دوریغا نظربایف و دختر کلانی پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف از وکیل مجلس پلات پایانی پارلمان این کشور استعفا داد. دوریغا نظربایف که 58 سال دارد و مدت طولانی یک وارث احتمال تخت و تاج پدرش شمرده میشد، در پس منظری از عرش سیاسی قزاقستان تنگ کردن پدر یک زمان پرنفوذش و اطرافیان او ترک آخرین مقام دولتی اش کرد. امروز من به قرار آمدم که وکالت دپوتاتی مجلس را سپرده پوره روی فعالیت‌های جمعیتی، گومانیتاری، فرهنگی و خیریه تمرکز کنم. در آینده هم برای کشور خود و منفعت‌های آن خدمت خواهم کرد و برای من منصب لازم نیست، گفته از دوریغا نظربایف در مراجعتنامه‌اش. یک بخش پیام او به حوادث خونین ماه ینور قزاقستان بخشیده شده است. او این حوادث‌ها را یک فاجعه بزرگ برای تمام مردم ما نامیده و خواست که تمام آنچه که روی داد به طور فراگیر و واقع بینانه تحقیق شده. در نتیجه چنین تحقیق گناهکاران به جزای سزاوار رسانیده شده بیگناهان آزاد کرده شوند. دوریغا نظربایف همچنین گفت تمام اهل قزاقستان باید از ینور سیاه سبقت تلخ برارند و تمام کار را به خرج دهند که تا چنین حوادث تکرار نشود. این روزهای فاجعه بار پر از دهشت و ترس نشان داد که عاقبت انارخیا چیست، تاکید کرده است دوریغا نظربایف در مراجعتنامه‌اش. دختر کلانی نظربایف بعد حوادث ماه ینور یگان بار در مظهر عام ظاهر نشد و تقریبا 2 ماه باز به جلسه های پارلمان نیز نمی آمد. یاورش گفت که او از حساب خود رخصتی گرفته است و بعد بیماری کرونا ویروس دوره برقرار شوی را پس سر می کند. روز 28 ینور در انجمن حزب حاکم نورتن رهبری حزب از نظربایف به دست پرزیدنت کنونی قاسم جمعت توقیف گذاشت و وکیلان انجمن از آدمان نظربایف از جمله دخترش دوریغا را از شورای سیاسی حزب و به این ترتیب از بیوروی این شورا خارج کردند. دوریغا نظربایف که مقام رئیس سنا دومین مقام رسمی در ساختار دولتی قزاقستان را هنوز سال 2020 از دست داد، اینک با استعفا از وکیل مجلس از آخرین مقام رسمیش هم محروم شد. در اول ماه ینور یک باره 2 مرتبه بالا بردن نرخ گاز مایع سبب شروع اعتراض‌های شد که از غرب کشور سر شده زود قریب همه قزاقستان را فرا گرفت. مردم در برابر طلب‌های اقتصادی پوره از قدرت بیرون کردن نورسلطان نظربایف و اولاد او را هم طلب کردند. در اعتراض‌های قزاقستان دست کم 227 نفر کشته شده، چند هزار دیگر زخمی و بیش از 10,000 نفر دستگیر کردیدند. توقیف با استفاده از این اعتراضات توانست دست تا این وقت خیلی دراز نظربایف را از امور دولتی خیلی کوتاه‌تر و او را به حاشیه تنگ کند. برخی آدمان به نظربایف نزدیک در حکومت از جمله رئیس سابق کمیته امنیت ملی کریم مسیموف و وزیر دفاع مراد بیکتانوف نه فقط برکنار بلکه حبس هم شدند و اگر بیکتانوف تنها به بیعملی در روزهای اعتراضهای ماه ینور عیبدار می شود، کریم مسیموف و 2 معاونش را به خیانت به دولت، سوء استفاده از منصب و کوشش غصب به زوری حکومت عیبدار می کنند.